اوصل چطورید؟ اومدم امروز براتون یه رفیلک معرفی کنم. اسم رفیلک هستش گیم بوستر فوریکس فستر. اینو تو گوگل پلی سرچ کنید براتون میاره. حالا شما همینطوری اینو نصب کنید به توی بازیتون و تمام. یه سری تنظیماتی داره که الان بهتون میگم. خب آقا، اینجا اولین کاری که میکنید میرید تو قسمت اد گیم و توی قسمت آنلی گیمز و بغلیشو میزنید. اینجا کال اف دیوتی موبایل یا هر گیم دیگه که میخواین رو فعال میکنید و برمیگردید. وقتی که برگشتید میرید تو قسمت GFX تول و اینجا این تنظیماتی که دارید میبینید و سیوش میکنید. وقتی که سیوش کردید از اینجا میاد بیرون و میرید تو قسمت اتو. وقتی رفتید اتو این دوتا گزینه رو فعال میکنید و برمیگردید و میرید تو قسمت کلر. وقتی رفتی کلر سعی میکنید که این چند تا تیک براتون انجام بشه، مثل همین که الان دارید میبینید. وقتی که اینا انجام شد تمام و شما باید از همین برنامه وارد کال اف دیوتی موبایل میشید. میزنید روش و میگه 3 2 1 و وارد بازی میشید و تاثیرش خودتون میبینید. اگه بد بود، اگه درست نفهمیدید بگید تا تستشو براتون بذارم. فعلا خدا حافظ.